درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول. گفتار 23. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی. عینی به طور فوق‌العاده ساخت کهنه حاکمان بخارای شریف و محتسب و حسودان خودخواه آن را بیرحمانه محکوم کرد. عیبنامه او را دفاع و رد کردن امکان پذیر است. چینگیز ایتماتوف. تاریخ قتل عبدالمؤمن خان ابن عبدالله خان از تاریخ سید راقیم، تمامیت تألیف 1113. دیگر دوستم سلطان را که عمی او بود، با همراهی اولادش مثل فولاد سلطان و دیگر فرزندان او به درجه شهادت رسانید. از آنجا اینان عظیمت به صوب ولایت اندیگان، اندیجان و اخسیکت معطوف داشت. نواب ازبک سلطان که امزاده والد او بود، از توهم در قلعه اخسیکت متحسین گردید. بعد از چند روز ازبک خان از آنجا روی به ملک آخرت آورد. آن ولایت را نیز متصرف گشته عازم سمرقند گردید. در اثنای راه خیالی فاسد در سر او افتاده قصد امرای والد خود کرد که تمام ایشان را به قتل رساند. بیت: بدی مکن که در این کشت زاری زود زوال، بداس دور همان بدروی که می کاری. چون این خبری مهابت اثر به سمع جمع امرای نیک سیر بلکه به تمام لشکر رسید، عبدالواسع بی و جماعت از سرداران اتفاق نمودند که پیش از آن که او بر سر این مهم آمده به هلاک این جماعت دست برد نماید، او را از پای می باید انداخت. شبی که از ولایت زامین کوچ کرده بودند، امیر مشار الیه عبدالواسع بی قدم جرأت پیش نهاده عبدالمؤمن خان را هدف ناوک قضا کرد. سایر لشکری وی
و یک بار خود را به خوانی طهور نشان رسانیده، در آن نیمه شب بدری سپهر عزت را به خاک مذلت نشانیدند. بیت: هر کی بدی کرد به بدیار شد، هم به بدی خویش گرفتار شد. دیگر: آن خسروی عاقل خردمند، افتاد در آن چهی که خود کند. بعد از گذشتن 6 ماه از فوت والد خود، در همان تاریخ 1006 به قتل رسید. فضلای عهد هر یک تاریخ ها نوشتند. تاریخ: کشتند شهی که موم می کرد آهن، بردند خزانه هاش دامن دامن. شاهی که غلامش همه مخمل پوشند، چرخی فلکش نگور داد و نکفن. دیروز به گوش من ندا در میداد، تاریخ وفاتش که به تیر دشمن. 1006. دیگری گفته: شه ظالم طبیعت عبد مؤمن، که از ظلمش خلایق آرمیدند. رعیت در زمان او رعایت، بجز ظلم و ستم دیگر ندیدند. چو کرد او نیت قتل بزرگان، قضا را این سخن گردان شنیدند. گرد در فارسی قدیم به معنای پهلوان و مبارز است. از آن رو گشت تاریخ وفاتش، سری بدبخت را میران بریدند. مخفی مباد که بدبخت به حساب جمل 1008 است، چون سری بدبخت که حرف ب است و به حساب جمل 2 است بریده شود، 1006 که مطلوب است باقی میماند. تاریخ وفات میرسید شریف راقم معلوم نشد، لیکن از شعری که درباره تاریخ تمامیت اثر خود گفته است، تاریخ حیاتش معلوم می شود. از نسخه‌ای که به نام تاریخ کثیره در حاشیه تحفة الاحباب واضح در سال 1332 در تاشکند چاپ شده است. 1100 گذشته 13 هم ز سال هجرت سلطان عالم، بنو که خامش راقم رقم کرد، تواریخ چنین مرغوب محکم. 1113 هم. تاریخ مقیم خانی. تالیف محمد یوسف منشی
ابن خواجه بخواست. تاریخ تألیف 1116. مما الیه منشی مقیم خان ابن اسکندر خان ابن سبحان قوری خان واری بخاراست. مقیم خان در عهد سبحان قوری خان از جانب او به ولایت بلخ در سنه 1109 حاکم شده. بعد از وفات سبحان قوری خان در سال 1114 در بلخ دعوای استقلال کرده. مؤلف در این کتاب از خروج چنگیزخان تا ایام دولت اشترخانیان بالاجمال و دوره اشترخانیان را تا سال 1116 هجری که ایام دولت عبیدالله ابن سبحان قوری خان در بخارا و مقیم خان مذکور در بلخ است به تفصیل ذکر می نماید. این کتاب لازم و طبع است. محمد یوسف منشی مذکور شاعر هم بوده. در توصیف شهر بلخ می گوید از تاریخ مقیم خانی به طریق انتخاب. نکته رباینده اهل رقم منشی خوشناطقه یعنی قلم شاهد موزون سخن را اوزار پرده کشایی کند از روی کار. با دو زبان از ره لطفی بیان واقعه انسان بنماید عیان. بلخ که شهر بود البلا راه تزلزل به اساسش مباد. در صفت قلعه این بی مثال کوتهی آورده کمند خیال. گشته زبان کنگره در شهر بند تا که زند طعنه به چرخی بلند. سیر فلک سوی فرازش اگر راست کند قامت خود در نظر. گاهی تماشا به یقین کز شتاب از سرش افتد کلهی آفتاب. سبزه لبی خندق او رسته بین بهر چرا کردن گاوی زمین. دستی فلک از مه نوتازش حلقه فکنده است به دروازش. میخی نجومش پی تعمیری اوست کاه کشان طره زنجیری اوست. آمده از کاشی او ذره‌وار در نظر این طارم نیلی حصار. آب و هوایش به گلستان و کیشت آب حیات است و هوای بهشت. در نظر از نعمت بسیاری او هر طرف آراسته بازار او. محمد یوسف در قصیده‌ای که به جلوس مقیم خان انشاد کرده است در ماده تاریخ می گوید فلک تاج فریدون بر سرش بنهاده و گفتا به تاریخ جلوسی او مبارک باد خاقانی. مخفی مباد که تاریخ فریدون 80 است. هرگاه به مبارک باد خاقانی که
1032 نهاده شود، حاصل 1112 می شود. و حال آنکه مؤلف مذکور تاریخ وفات سبحان قلی خان را 21 ربیع الثانی 1114 نوشته است و نیز مرثیه از حیید چهره‌باشی که مصاحب سبحان قلی بوده نقل کرده است که ماده تاریخش با ضم سر دعا سید سبحان قلی خان زمان کو است. این هم به حساب 1114 می شود. جلوس مقیم خان را در همان سال بعد از ایام سوگواری و عزاداری نوشته است. در این صورت یقیناً تاریخ جلوس مقیم خان 1114 می شود. لیکن سبب چیست که ماده منظومه فوق 1112 افتاده است؟ معلوم می شود که شعرا در ماده های منظومه خیلی مساهله می کردند. مشرب نمنگانی. اسمش بابا رحیم است. در سال 1123 هجری در قندوز به فتوای علما و حکم محمود بی قطغن شهید کرده شد. از امرای معتبر سبحان قلی خان و مقیم خان است. از مجموعه عبدالمطلب خواجه فهمی که در سال 1177 تألیف شده است. بلندی ها ز خاکی فقر شد کاشانه ما را، فلک قالین ز ریگی دشت بسته خانه ما را. گلی خورشید پندارد سحرها زاهد از مستی، کفی سیار افلاکی خمی میخانه ما را. گمان سازد حرم چون شعله ایمان خود مشرب، غباری خاکی راهی راهبی بتخانه ما را. دیوان ترکی مشرب موجود است. علما و زهاد را سخت تنقید می کند. همانا سبب قتلش هم همین سلوک بوده است. صوفی الله یاری کتقرغانی.
وفاتش در کوه رخشوار که در مضافات دهنوی حصار واقع است در سال 1136 اتفاق افتاد. سامعا بر مپیچ پای سخن، یعنی تصحیح کن خطای سخن. ز بصارت نیم ز عمیانم، ناقصی های خویش می دانم. چون که من زهل استفاده نیم، خواجه و میر و شهزاده نیم. اولی های من اگر پرسی، زود از من گریزی و ترسی. خدمتی شاهی عصر می کردم، نانی زقوم و زهر می خوردم. یعنی نانی که از طمع پیداست، گویم از این زیاده نیز رواست. در نشستن تعصب آیین بود، غمی بالا و فکری پایین بود. وقتی خوردن طعام می شد زهر، یعنی او فوق ماست در این شهر. بروخی هر یکی شده خندان، گفتمی شد خوش آمد چندان. ناگهان از عنایتی باری، داد سلطانی بخت من یاری. تا که گشتم محب درویشان، یافتم صحبتی خوشی ایشان. در مجموعه عبدالمطلب خواجه فهمی مذکور است که صوفی الله یار پسری الله قلی و برادری فرهاد بی اطارق است. در آوان حکومت عبدالفیض خان در کتقرغان و سمرقند به مرتبه امارت و حکومت رسیده است. بر وجهی که در شعر سابق اشاره است، بعد از آن از خدمت حکومت و سپاهیگری استعفا کرده راه علم و درویشی را اختیار نموده است. در اواخر عمر به دهنوی حصار هجرت کرده در آنجا مدفون است. الان در شهر کتقرغان گذری و قطعه به نام صوفی الله یار موسوم است. املا: وفات سال 1162 بلخی است. در بخارا نشو و نما یافته است. عرش مجید اعظم پروانه دل ما، حوران پاک سیرت فراش منزل ما. جبریل وقت طیران در بوستان دلها، فرسوده پای لنگ است افتاده در گل ما. عقلی 200 فلاطون کو شد به فکر 100 سال،
یک نکته حل نسازد از شرح مشکلی ما. از فیض خاکساری املا به جوش وحدت، یک شبنمی است دریا در ظرف ساحل ما. روی موی و چشم و ابروی و دهانت دلکش است، روی موی و چشم و ابروی و دهانت دلکش است، قد و بست دلکش و خالی لبانت دلکش است، قد و بست دلکش و خالی لبانت دلکش است. شکلی ابرویت کمان اما کمان جان فیزا، شکلی ابرویت کمان اما کمان جان فیزاست. کاری میجگانت سینان اما سینانت دلکش است، کاری میجگانت سینان اما سینانت دلکش است. هم گلستانی جمالی بی زوال دلکشاست، هم بهارستانی حسنی بی خزان دلکشاست، هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب، هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب، هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است، هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است. هم خیرامت دل ربای و هم ادای دل فریب، هم کلامت دل نشین و هم زبانت دلکش است. بی‌غرض سر تا به پایت کانی حسنی دلبریست، بی‌غرض سر تا به پایت کانی حسنی دلبریست. هم شکر آمیزی تبری بیانت دلکش است، هم شکر آمیزی تبری بیانت دلکش است. روی و موی و چشم و ابروی و دهانت دلکش است. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 23-юмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.